قبل از هر چیزی باید اینو بدونی که مسیر رسیدن به صلح و آرامش با بدنت واقعا کار یه روز و دو روز نیست، چون که به مرور زمان و طی چندین سال این قضیه به وجود اومده. پس درمان کردنش و برطرف کردنش هم زمان میبره. اما چند تا نکته کوچیک وجود داره که میتونه کمکت بکنه که خودت یه ذره احساس بهتری نسبت به بدنت بتونی تجربه بکنی. اول اینکه به جای اینکه بدنت رو قضاوت کنی، سعی کن ازش قدردانی کنی برای همه کارهایی که هر روز داره برات انجام میده، برای نفس کشیدن، برای راه رفتن، برای اینکه تو یه غذا رو میتونی بخوری ازش لذت ببری، بدنت کمکت میکنه تا مواد مغذیشو جذب بکنی. همه اون کاری که بدن داره برای تو انجام میده برای زنده بودن و زندگی کردن. میدونم عجیب به نظر میاد، اما مورد بعدی اینه که وقتی داری با خودت حرف میزنی و با بدنت داری توی ناخودآگاهت صحبت میکنی، این حس رو داشته باش که داری با دوستت حرف میزنی. وقتی که داری با یه دوست صحبت میکنی و راجع به بدنش داری باهاش حرف میزنی، خیلی محبت آمیزتر، خیلی ملایمتر و با آرامش بیشتری حرف میزنی. با بدن خودت هم مثل یه دوست رفتار کن. قدم بعدیت اینه که وقتی به آینه نگاه میکنی، همون نکته‌ای که بهت گفتم، به جای اینکه مستقیم بیای اون جاهایی رو که دوست نداری نگاهشون بکنی، بیا به قسمت‌های از بدنت که دوستشون داری نگاه کن و به نظرت زیبا هستن، جذابن، دوست داشتنی‌ان. به چشمات نگاه کن، به لب و دهنت نگاه کن، به اون جایی که دوستش داری، اون قسمتی از بدنت که برات زیبایی بیشتر و قابل توجه تری داره، به اون قسمت ها نگاه کن و بابتش احساس خوبی رو تجربه کن جلوی آینه که کم کم رابطت با آینه رابطه سالم تری بشه. مقایسه کردن رو متوقفش کن. هر جا داری بدن خودتو با چیزی استانداردی یا شخص دیگه مقایسه میکنی، همونجا استاپ کن. اون مسیر فکری رو متوقفش کن. بدن تو داستان خودشو داره. تو تجربیات منحصر به فرد خودتو تجربه کردی توی زندگی. پس بدن تو با هیچ چیز و هیچ کس قابل قیاس نیست. مورد بعدی اینه که واقعا بهتره تو این زمینه از یه انسان متخصص، یه روانشناس، روانپزشک یا کسی که حالا متخصص لایف استایل یا هر کاری که مربوط به این زمینه هست کمک بگیری که بتونی احساس درونی تو نسبت به بدنت التیام بدی. و مورد آخر این که بدن تو شریک خودت بدون، نه یه پروژه که بخوای هر روز اصلاحش کنی و دستکاریش بکنی. بدن تو شریک زندگی توه، نه وسیله‌ای واسه رسیدن به یه سری استانداردهای از پیش تعیین شده که شاید خیلی هاشون درست نباشه.